اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، پرش از روی موانع، اشتغال جهنده، اقتصاد چرنده. کت خدا سلام کت خدا، مشغول چه کاری می باشندی؟ میخوام اسم سال جدید رو انتخاب کنم، توش موندم. به نظرت اسم سال جدید رو چی بذارم؟ اسم سال جدید به نظرم اسم امسال را بگذاریم تولید پفکی، اقتصاد پشمکی، اشتغال کشککی. هر هندویج، باز خوشمزگی تو گل کرد. ولش کن اصلا. ببین، اولش رو که باید بذاریم تولید. قبول داری؟ ای بابا کدام تولید کت خدا؟ دیگه تولیدی تو فینیتو نمانده که. الان تو فینیتو فقط من و شما در حال تولیدیم. شما گاز کربونیک تولید میکنید، من هم سوتی. ریس جای این مسخره بازی ها مغز نداشته به کار بنداز. ببین، میخوام اسم امسالو بذارم تولید دانش بنیان. نظر چیه؟ ای بابا کت خدا، دانش کجا بود؟ همه مغزا از فینیتو گذاشتن رفتن. دانشی وجود نداره. به جایش بذارید تولید خارش بنیان. تولید خارش بنیان چه صیغه ایه؟ تولید خارش بنیان دیگه. 4 تا پچه خار مثل من دی مشغول خارش پچه کت خداییم. اگر هم دوست نداشتید بذارید تولید سازش بنیان، چون برای بچه ها مشغول مذاکره و سازش با واشنگتن آبادند. خفه بمیر بابا. اینطور که پیداست اسم سالو باید بذاریم تولید پوزش بنیان، چون دک و پوزمونو داره میاره پایین. خشون دزد کت خدا به زودی میشه کله پا. اسم سالو باید بذارن تولید سوزش بنیان. آخه حالی میخوان ریشتو بسوزنن کت خدا.